سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیشنهاد میکنم. امروز 18 ایول است. شرح کوتاه چند خبری برنامه. اداره مسلمانان ولایت مسکو تقاضا کرده است که ریدهای تحقیرآمیز پلیس روسیه به مسجدها مورد تحقیق قرار گیرند. باوری داریم که اون کارمندان پلیس که حقوق مهاجران پایمال کردن به جوابگری کشیده می شوند. دادستانی بدخشان می خواهد زمین دانشگاه آسیای مرکزی در خاروخ که مربوط به سازمان آقاخان است به اختیار دولت داده شود. نگاه به سرنوشت ژورنالیستان زندانی. 1 سال پیش چند ژورنالیست و بلاگر را بازداشت و حبس کردند. نزدیکان آنها چه حال دارند؟ تاکید میکنیم که رو افتاده نشویم و همین خیلی روحیمون شکر خدا پاپرجاست. برنامه را با یک خبر از روسیه آغاز میکنیم. حمله کارمندان آمان یا نیروهای ویژه پلیس به یک مسجد در ناحیه مسکو واکنش‌های تند جامعه مسلمانان را به بار آورد. کارمندان آمان هفته گذشته هنگام عبادت وارد مسجد مسلمانان شده دغلانه با آنها برخورد کردند. چهره‌های شناخته و فعالان جامعه مسلمانان روسیه این عمل را محکوم نمودند. شهلای گلخواجه در این باره گزارش می‌دهد. مفتیات یا اداره مسلمانان ولایت مسکو در پی حمله نیروهای آمان به مسجد дзержинский به دوستانی کل روسیه شکایت برده است. مفتیات این عمل کرد را همچون تحقیر اعتقاد دینی مسلمانان بهاگذاری نموده تحقیق رید را طلب نموده است. روز 14 ایول به وقت نماز جمعه نیروهای امنیتی با بهانه تفتیش حجت‌ها به مسجد واقع در شهرک کاتلنیکی حمله نمودند. یک سبب ناراضگی نمازگزاران در آن بود که کارمندان آمان با پایافزال روی قالین مسجد قدم می‌زدند. در این بین برخی از نمازگزاران از چنین رفتار نیروهای آمان به خشم آمده با آنها وارد بحث شدند. اداره مفتیات ولایت مسکو گفته است چنین رفتار نیروهای امنیتی حقوق‌های بنیادی مسلمانان را پایمال کرده تشنج را در جامعه سرملت و گوناگون مذهب ایجاد می‌کند. رید در مسجد همچنین باعث واکنش شدید رهبران چچنستان و داغستان روسیه نیز شد. رمضان قادیرов رئیس جمهوری چچنستان در تلگرام کانال خود هدف عملیات مذکور را اغوااندازی نامیده آن را به حمله راهزنانه شباهت داد و طلب کرد که عاملانش جزا داده شوند. سرگئی میلیکوف رهبر داغستان در نوبت خود گفت دیدار نوارهای رید برایش ناخوشایند بود. او تاکید کرد که مهم انسان ماندن است و اظهار امیدواری نمود که وضع حل و فصل می شود و به اعمال افسران مشخص انتظامی بهای حقوقی داده می شود. در همین حال الکساندر خینشتین وکیل دومای دولتی در تلگرام کانال خود بلافاصله نوشت که افسران آمان و هم نیروهای روسگواردیا با این رید هیچ ارتباطی ندارند. ضمناً یک هفته پیشتر از این روز 7 ایول نیز در یکی از مسجدهای کاتلنیکی رید انجام داده شده بود. آن زمان نیز نیروهای امنیتی با نمازگزاران بدرفتاری کرده ضد آنها از وسایل آتش نشانی استفاده بردند. در پی گروهی از مسلمانان مسجد کاتلنیکی در یک مراجعه ویدیویی از ولادیمیر پوتین دادخواهی کردند. بعد این ریدها در گروه چت‌های مهاجران دعوت‌ها در مورد دست زدن به اعتراض‌ها صدا می‌دهند. محمد جان صابیرов حقوق‌شناس تاجیک میگوید مهاجران نباید با چنین دعوت‌ها همراه شوند زیرا می‌تواند برایشان پیامد ناخوب داشته باشد. مهاجرانی که در میتینگ‌ها اشتراک می‌کنند اونها رو فیسبوک یعنی запрет 20 روزی میمونن یا اینکه 20 سال یا اینکه تا 40 ساله запрет میمونن. از تمام مردم مهاجر خواهش میکنم که در یگان میتینگ ها اشتراک نکنین و او کارمندان پلیس که در یعنی مسجد ها در طرف کاتلنیکی در طرف لوبرسی رفته با همون یعنی پایافزال جزیره خود در همون بالای جای نماز ها برآمدن او حاضر از طرف گزدوم روسیه یعنی یک گروه تأسیس کردگی هستند و تفتیشات ادامه دارد و باوری داریم که اون کارمندان پلیس که حقوق مهاجران پایمال کردن به جوابگری کشیده می شود. عملیات ضد مهاجران اینک طی 2 ماه می شود که در روسیه ادامه دارد.
از جمله کاربران رادیو آزادی نوارها را از جریان این ریدها در قهوه‌خانه‌ها و مکان‌های کاریشان می‌فرستند. در یک نوار دیگر که از یکاترینبورگ ارسال شد دیده می‌شود که گروهی از مهاجران را زیر نظر کارمندان پلیس از فرودگاه به وطنشان گسیل می‌کنند. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که ضمن برگزاری ریدها 12,000 مورد قاعده شکنی در سمت مهاجرت را آشکار و حدود 7,000 مهاجر از جمله زادگان تاجیکستان را از قلمرو این کشور اخراج کردند. دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه خواسته است که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در خروغ را به دولت برگردانند. در اعلان دادگاه عالی اقتصادی گفته می شود که دادستانی ولایت پیشنهاد دارد سرتیفیکت حقوق استفاده زمین دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته شده زمین به حکومت شهر خروغ داده شود. هنوز مقامات رسما این موضوع را شرح ندادند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، آیا معلوم شد که با چی دلیل مقامات این زمین را غیر قانونی میدونند؟ سلام بینندگان گرامی، سلام امین. اطلاعی که برای ما دسترس شد، حالا مقامات تلاش دارند از صاحبان خانه هایی که قبلا زمینشون را برای بنیاد دانشگاه داده بودند زبان خط میگیرند. برخی از ساکنان خروغ از جمله با 2 نفری که صحبت داشتیم ما و آنها بنابر امنیت شخصشون نامناسبشون رو آشکار نکردند، و رادیو آزادی گفتن آخر سالهای 90 شبکه آقاخان زمین‌های منزل آنها را در محله دشتک شهر خروغ با نرخ 75 هزار دلار خریده است. به گفته این ساکنان آنها از این مبلغ قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند، ولی به نقل آنها 2 هفته قبل نماینده‌های مقامات انتظامی و دادستانی آنها را دعوت نموده گفتند که خرید و فروش زمین منزل‌های شما با تشکیلات آقاخان نادرست انجام شده است و می توانید دوباره شکایت برید. یکی از همصحبتان ما گفت در مقامات انتظامی از او بیانات گرفتند که بگوید مبلغی که سازمان آقاخان برای زمین منزل او پرداخت کرده است کم است. اما تلاش‌های ما برای فهمیدن نظر طرف مقامات تا این دم به نتیجه بود. فعلا روشن نیست که مقامات با چی دلیل میخوان زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خروغ دولتی کرده شود. باید بگویم که دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت و زیر سازشنامه تأسیس همین دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آقاخان 4 امضا کردند. همین سازشنامه از جانب پارلمان های همین 3 کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد هم به قید گرفته شده است. این است. میرزانبی، مقامات در این باره چی میگویند؟ چرا حکومت تلاش دارد که این زمین رو پس بگیرد؟ ببینید، مسئولین حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان و هم دفتر مطبوعات حکومت بدخشان در رابطه با این مسئله حرف نمیزنند و شرح هم نمیدهند. ببینید، دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که مقامات تاجیکستان میخوان مالکیتش را دولتی کنند. همین ماه گذشته لیسه آقاخان در شهر خروغ دولتی شد و پیش از آن مهمانخانه سرینا وابسته به شبکه آقاخان در محله تیم شهر خروغ هم به فایده دولت گذرانیده شد. و سال گذشته باغ مرکزی فراغتی شهر خروغ را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل دادند. این سازمان زیر نظر آقاخان تا کنون درباره این عملکرد مقامات و دولتی شدن اموال زیر ساختارش رسما چیزی نگفتند و نمیگویند، ولی تحلیلگران میگویند مناسبت مقامات تاجیکستان با تشکیلات های شبکه آقاخان در تاجیکستان بعد حادثه های خونبار ماه می و ایونی سال گذشته دیگر شده است. آنها میگویند کوشش به خرج می رود که حضور سازمان های آقاخان در قلمرو تاجیکستان کمرنگ کرده شد و صحن اون تنگ کرده شود. تشکر از شما بینندگان ارجمند. تفصیلات بیشتر درباره سرنوشت مالکیت بنیاد آقاخان را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. سال پیش مقامات در همین ماه 4 ژورنالیست فعال را بازداشت کردند. سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان را برای حبس ژورنالیستان بارها تنقید کرده از حکومت خواستند آنها را آزاد نمایند. اکثر این ژورنالیستان نانآور خانواده‌هایشان بودند. حالا نزدیکان آنها چه حال دارند؟ همکارم سروناز روح الله و شهلای عبدالله گزارش دارند. مسعود پسر یگانه خبرنگار زندانی عبدالله غربتی است که پدر را به سری ندیده.
غربتی زمانی بازداشت و محاکمه کردند که به قول همسرش مبارک قاسمزاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمده همگی چند روز داشت. در آخر سال 2022 دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمان‌های ممنوع گناهکار دانست و به 7.5 سال زندان محکوم کرد. همسر عبدالله غربتی میگوید روزهای سختی را پشت سر کرده حالا با سرنوشت مراسا میکند. تلاش دارد رابطه پدر و پسر را مستحکم نگاه دارد. در هر ملاقات با شوهرش مسعود را همراه میبرد. مسعود هم همراه میبریم و 2-3 روز میستیم قصیش. زود میریم، مثلا 2 ماه نشده میریم خبر میگیریم. روحیش خوب است. ما در همه ملاقات با یکدیگرمون مثلا تاکید میکنیم که رو افتاده نشویم و همین خیلی روحیمون شکر خدا پابرجاست. همسر و فرزند عبدالله همراه با والدان او زندگی میکنند. مبارک میگوید کار خبرنگاری نیز میکند و باری گران زندگی را همراه با خسر و خوشدامن یک جای میکشند. مادر عبدالله پیوسته به بیگناهی او تاکید میکند و باور دارد روز پسرش آزاد شده به نزدشان برمیگردد. میگه و چت همی فقط فکر که ما ژورنالیستم، ما روزنامه‌نگار، ما دیگه یگون خیلی تروریست چی اکستریمیست میتری نیستم. ما فقط اوچه ژورنالیستم. ما کسب خود اجرا کردم. خیلی میگم نشید نفهمیدن مرا میگه که ما هم نفهمیدم. میگم تری یگون چی به کلا نمیگیره. سرنوشت فرزندان دلیر امام علی خبرنگار دیگر زندانی از مسعود کوچک فرق دارد. آنها بزرگترند و همیشه آمدن پدر را منتظر می شوند. حالا از منزل اجاره در پایتخت به ده رفتند. شادیگل بابی و مادر دلیر گفت باری آخر با پسرش روز 29 ایون در زندان ملاقات کرده است. او میگوید زندانی شدن پسرش که نانآور خانواده بود تامین زندگی را برای آنها مشکل کرده است. بابی و میگوید فرزندی زیاد ندارد چون سالهای جنگ شهروندی یک بار 5 فرزندش را از دست داده و با تلاش‌های زیاد توانسته دلیر و برادرش را بزرگ کند. عادت کردم و چه میگه زندگیم مثال سلامتیم خوبه. یگان وقتی که کمی کسلال انگو میشه که قبیل خیلی با دارو دواش میبریم میتیمشه. سوزو میگه یگان چی شکایت ندارم و چه میگه شروع نرزم حرمت میکنن. میگه مادر دلیر نفقه خور است و پدرش در کارگاه پاسبان است و معاش ناچیز میگیرد. به نقل این مادر برای تامین زندگی خانواده همسر دلیر زیتونه عنایت و کمک میکند. حبیسه یتیمووا مادر زاخبک سید امینی روز 14 ایول در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت باری آخر روز 3 ایول با پسرش در زندان دیدار بینی کرده است. او گفت پسرش از چیز شکایت نداشت ولی دوری از هم برای خانواده سخت است. فرزندان زاخبک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند. پرسش هایی که به نظر مغفرت خدای نظر و همسر او پاسخش سخت است. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار دیگر زندانی نیز گفتند زندگی بدون سرابان عائله برایشان آسان نیست. و فرق از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی پیر محمدزاده در محبس خوجند ادای جزا میکند. نزدیکانش گفتند راهی دراز امکان نمیدهد آنها زود به خبرگیری او بروند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه عبدالستار پیر محمدزاده را ماه دکبر سال گذشته 7 سال از آزادی محروم کرد. بعداً خودش در یک نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسا را به دوش بگیرد. در بیشتر از 1 سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. در این مدت چندین سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کنند. اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. حالا آنچه نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی امیدوارند پایان این جدایی و فراق است که اهل خانواده را به هم می‌آورد. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان در چولپاناتای قرقیزستان در نشست مسئله مرز را بررسی کردند. خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به منابع خود گفته است که در این نشست مسئله اساسی بحث مرزی بوده است. با نوشته این رسانه از جمله فرماندهان قشون‌های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان رجب علی رحمانعلی و اولاربک شرشیف مسئله مرز را بحث کردند. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنکلسنیکی دریافت کنید. خوب و خوش کامگار. خدا نگهدار.